الان لباساتو عوض کردی؟ آخه این که با قبلی هیچ فرقی نداره. یه مظفر سرگرده واقعی هیچ وقت تغییر نمیکنه. اوه یادم نبود. بسیار خوب. قلمراد موافقی که تمرین کنیم؟ بسیار خوب. تو الان فکر کن من فروغم و از من تقاضای ازدواج کن. از من تقاضای ازدواج کن. مدت هاست دنبال فرصتی میگردم تا اون چیزی رو که توی دلم هست و بهت بگم عزیزم. میدونی نمیدونم کی و کجا و چطور عاشق و علاقه‌مند به تو شدم. اصلا چه اهمیتی داره؟ میدونی عشق محبتیه که بی دلیل و بی استحقاق نصیب هر کسی نمیشه. آیا تو حاضری به رحمت این عشق و با نگاه عاشقانم آشیونمون رو با هم بنا کنیم عزیزم؟ چی؟ مدت هاست دنبال نه فرصتی نه این حرفا رو تو چه یاد گرفتی؟ اینا رو تو سینما یه بازیگر بیمزه میگفت یاد گرفتم. مال فیلم بوده ها؟ خب اب نداره این همینا رو قلمراد به فروغ میگی. این کدومه؟ همینایی که الان گفتی یا دیگه؟ کی گفته؟ تو همین الان همینایی که گفتی و عینشو همینایی که مال فیلم بود به فروغ میگی. قلمراد یادش رفتی. اب نداره یه بار دیگه از من تقاضای ازدواج کن یادم میاد. الان تقاضا کن. بیا زن من شو بریم با ملیوس زندگی کنیم. نازی خانم رفته با فروغ خانم صحبت کرده که فروغ خانم راضی بشه بیا توی این مراسم خواستگاری شرکت کنه. فروغ خانم که اومد همون کارهایی که با هم تمرین کردیم مثل جنتلمنا بلند میشی صندلیو میکشی عقب که فروغ خانم بشینه. بعد با یک نگاه نافذ عمیق و دلربا و چشمای خمار احساساتت رو انتقال میدی به فروغ خانم اینطوری. بعدش شروع میکنی از آشنایی اولیت و اون علاقه‌ای که تو نگاه اول پیش اومد برای فروغ خانم میگی. بعدش میگی که چقدر علاقه داری بهش، تقاضای ازدواج میکنی و عمرن اگه فهمیده باشی. ها؟ پارک؟ نه پارک نه. حالا این نگاه نافذ رو اجرا کن. چه شد کامران؟ پرسیدیم چه شد کامران؟ آرام بخش زیاد خوردم. های فروغ بیا قلمراد این گلا رو برای تو چیده. بیا برای تو این گلا رو قلمراد چیده. اول آشناییمون خب قلمراد یاد میاد وقتی که خب چی کارم داری؟ همینا رو گفت. کی به کی همینا رو گفت قلمراد؟ یادم نمیاد کی. قلمراد این حرکات یعنی چی الان؟ قلمراد آخه خیلی دلرباست. چی میخوای بهم بگی قلمراد؟ با من ازدواج میکنی فروغ؟ چی؟ با من ازدواج میکنی؟ با قلمراد ازدواج خواهی کرد؟ میدونی چیه قلمراد؟ خب الان منو غافلگیر کردی. چقدر کت شلوارت قشنگه. میگم قلمراد برای چی میخوای با من ازدواج بکنی؟ خب فروغ ترشیده، ملوس پیر شده، تو بدبختی خواستگار رفت، منم یعنی قلمراد تو گلوت گیر کرده بدبخت. نه نه تو به اینجوری تو زندگی اشتراک
من میرم پیش فروغ. ما هم میرویم سراغ قلمراد. منم پدر غذام رو گازه، اگه اجازه بدین. دیدین قلمراد چقدر خوش تیپ شده بود با اون کت شلواره؟ امیدوارم خواستگاری موفقیت آمیزی بشه. ناراحت به نظر میرسید شما. خب پدر به من چه ربطی داره؟ پدر به من چه مربوطه که اون پسر نیومد بله برون؟ پدر به من چه ربطی داره فروغ افسرده شده هی وودو وودو میکنه؟ به من چه ربطی داره قلمراد خواستگاری کرده پدر؟ مگه من قلمراد رو آوردم؟ به من چه که قلمراد عین مرغای جنگل سیاد را هان هان میکنه یا خشتکش تا لوزه سومش میره؟ من اصلا نازی رو طلاق نمیدم. قلمراد خان پدر رفتن. میگن هر اتفاق بدی لزوماً به نتیجه بد منجر نمیشه. یعنی درسته که دل قلمراد شکست و فروغ هم افسرده تر از قبل شد، اما همین شکستن قاب عکس خان قلی خان روی سر قلمراد باعث خواهد شد تا زندگی اهالی این باغ وارد مرحله تازه‌ای بشه. یعنی نازی با دقت نظری که داشت و با پیدا کردن این مقوا که توی قاب جاسازی شده بود، سرفصل تازه‌ای برای اهالی خونه باز میکنه. نمیفهمه. میگم این مقوا خیلی مهمه، زندگی خانواده رو دگرگون میکنه. برش دار اونو. گرفتار شدیم باشو. میگم برش دار اونو. برش دار اونو مهمه. اون عوض میکنه همیشه. خاک بر سرت کامران. همجوری بی خود. اینو نگاه کن. ببین من با دقت نظری که داشتم اینو تو خورده شکست‌های قاب پیدا کردم. این چیه؟ نمیدونم ولی شبیه نقشه گنجه. گفتی این کاغذ را پشت قاب عکس خان قلی خان پیدا کرده ای؟ آره داشتم این خورده شیشه‌های قاب عکس رو جمع می‌کردم اینو پیدا کردم. چیز مهمیه نه فکر نمی‌کنم. خب اگر چیز مهمی بود که نمیذاشتنش پشت قاب. من فکر می‌کنم خان قلی خان اینو نقاشی کرده، خوشش نیومده، گذاشتش پشت قاب. ولی معلوم از خدا بیامرز اصلا استعداد نقاشی نداشته ها، نارنجی کرده. من فکر می‌کنم نقشه گنجه. آخه آدم برای چی باید نقشه گنج رو پشت تابلو قایم کنه؟ ای خب من چه میدونم کامران، کسی دستش بهش نرسه. خب اگه قرار باشه به دست کسی نرسه، مگه آدم مرض داره اصلا نقشه گنج رو بکشه؟ وا خب چرا از من میپرسی کامران؟ من چه میدونم؟ مگه ندیدی تو این فیلم‌ها یکی که یه گنج قایم میکنه قبل از اینکه بمیره نقشه‌شو میکشه بعد میمیره؟ شاید رسمشون بوده. در خاندان مظفر زرگنده از این رسوم مزخرف به هیچ وجه وجود ندارد. کامران. بله پدر. ما نمیتوانیم این نوشته ها را بخوانیم. شما اینها را بخوانید ببینیم چه نوشتند. بله ببخشید. اینجا یک بیت شعر هستش نوشته شانه به شانه بر به بر هر دو برادر دریای قلهک شد نمایان در برابر. قلهک دریا داره؟ کامران. ببخشید پدر. نازی خانم شما ماشاءالله خیلی باهوشید. خب پس چرا اینجا نوشته دریای قلهک؟ نازی خانم احتمالاً منظورش چیز دیگه بوده، شعر دیگه، یه کلماتی وزنش نمیخوره به جای اون یه کلمات دیگه رو به کار میبره. خب حالا این منظور خان قلی خانتون از این دریای قلهک چی بود؟ نازی خانم من چه میدونم که اصلا شاید منظوری نداشته پدر ببخشید. خیر. بله؟ از خردسالی تا کنون دیگر این نام را نشنیده بودیم، داشتیم فراموشش میکردیم. نام خان قلی خان را فراموش کرد. خیر. دریای قلهک را. آها یعنی این قبلا شنیده بودین؟ بله. دیدی کامران خان بابات هم میگه قلهک دریا داره. آخه نمیشه پدر، در هیچ دوره زمین شناسی اطراف تهران دریایی وجود نداشته. منظور خان قلی خان آن دریا نبوده ابله. دریای قلهک نام یک الماس است. الماس؟ بزرگترین الماس جهان، مظهر اقتدار خان مظفر زرگنده. پدر
یعنی این الماس واقعا وجود داشته؟ خردسال که بودیم مادر من هر شب این قصه را برای ما تعریف می کرد. تا قبل از این هیچ سند یا نوشته ای در این رابطه دیده نشده بود. فقط می گفتند خان قلی خان الماس آبی رنگی داشته به این نام. پدر خان قلی خان این الماس از کجا گیر آورده آخه؟ از جواهر فروشی خریده لابد. کامران نازی خانم شما معدن هوش و استعدادید ها. خب اصلا پدرجان خودتون بگیم بهشون. اطمینان نداریم که این قصه را تمام و کمال به یاد داشته باشیم، اما تا آنجا که خاطرمان است قرنها پیش در هندوستان مهارجه ثروتمندی زندگی می‌کرده است که معادن زغال سنگ بسیاری داشته و هزاران کارگر هر روز از معادن او زغال سنگ استخراج می‌کردند. در یکی از روزها که کارگران مانند همیشه مشغول استخراج زغال از معدن بودند و با کلنگ دیوارها را میکندند، یکی از کارگران بر حسب اتفاق به شیئی نورانی و براق در داخل دیوار برمیخورد و توجهش به آن جلب می شود. نور آن شیء به قدری بوده که او ابتدا تصور می کند که به آن طرف معدن رسیده، ولی بعد که اطراف آن را می کند تازه متوجه می شود که چه گنجی را یافته است. می گفتند که نوری که از آن الماس ساطع می شده به قدری بوده که بدون عینک آفتابی به سختی می شد به آن نگاه کرد و هر کس آن را می دید چشمانش خیره می شد تا پس کله اش نمی زدی به خود نی آمدی. فروغ بابا، بله پدر جان. شما خوبید؟ بله چطور مگه؟ صدای شکستن چیزی را از اتاقتان شنیدیم. پام گیر کرد به سیم آباژور افتاد شکست. نیست که صدای شکستن چند چیز را از اتاقت شنیدیم؟ گفتیم شاید اتفاقی افتاده باشد. نه پدر جان، همه اونها به طور اتفاقی افتادن و شکستن. گفتیم که نیست؟ چشمان و دماغتان قرمز شده، شاید اتفاقی افتاده باشد. پدر جان شما که میدونید من حساسیت دارم. بله باید خودمان حدس میزدیم که زدیم. آخه طفلی فرو گریه نکن عزیزم. خب ببین برای هر کسی تو زندگی ممکنه پیش بیاد، حالا واسه تو یکم بیشتر. نازی تو مهربون ترین رعیتی هستی که در تمام عمرم منو دل داری. من آقا نگاه کن دارم به این دل داری میده، فقط بشین چه گریه کن تو جونت درآد. زشته. این اصلا مراعات قلب شکسته منو نمیکنه. پدر داشتن قصه تعریف میکردن. پدر جون بقیه‌شو بگین. کجای قصه بودیم عروس؟ تا اونجایی گفتین که اسکندر رفت هند الماسو پیدا نکرد افتاد مرد، بعد دیگه نگفتین الماس چی شد؟ آن الماس به ایران آورده شده بود. خانوالا چه کسی برش داشته بود؟ جد 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 ما گرشاس به لواشنگ زرگنده. لواشنگ زرگنده. نام ما لواشنگ زرگنده بود. خان قلی خان در یک سفر نام این خاندان را به خاندان مظفر زرگنده تغییر داد. فروغ بگو اسمت الان بود فروغ زمان لواشنگ زرگنده. خب تو هم خواستم باهاش شوخی کنم حالش خوب شه. بلی داستان از این قرار بود که گرشاسب خان لواشنگ زرگنده که در آن دوران تاجری بزرگ بوده با مهارج داد و ستدی می کند به طوری که لواشنگ معروف قلهک را که همان لواشک امروزی است به هندوستان صادر کرده و از آنجا تمر هندی به ایران وارد می کند. در خلال این ملاقات ها او کم کم به مهاراجا نزدیکتر شده و پیوندی عمیق بین آنان به وجود می آید، به طوری که مهاراجا با اطمینان کامل الماس را به او نشان داده و راز طلسم را نیز برایش بازگو می کند. گرشاسب که محو جمال الماس شده بود پی میبرد که پیوند بین دو مهاراجا چندان نیز عمیق نیست و داشتن الماس را به پیوند عمیق‌تر ترجیح میدهد. او الماس را به قلهک میآورد و تا پایان عمر لحظه ای آن را از خود جدا نمی کند و از آن پس نام آن الماس بزرگ بنفش می شود دریای قلهک. یعنی دریای قلهک واقعا وجود داشته؟ البته فروغ خانم در نظر داشته باشین داستانی که پدر دارن تعریف میکنن مادرشون براشون تعریف کرده. هر قصه ای ریشه در واقعیت داره کامران. تو دوباره روزنامه‌های منو بدون اجازه برداشتی خوندی؟ نازی جان آدم تو خونه خودش احتیاجی نداره که از کسی اجازه بگیره، اونم از یه رعیت. آره این دفعه که روزنامه‌ام خوندم بعدش میسوزونمشون. کامران بهش بگو با من اینجوری حرف نزنه، من روحیم شکننده است. نازی خانم ول کنید دیگه. ولی ممکنه که این الماس واقعا وجود داشته باشه. فروغ خانم ببینید شما در هر کتاب تاریخی که علت کشورگشایی اسکندر نوشته شده مطالعه بفرمایید اسمی از دریای قلهک برده نشده.
این اصلا منطقی نیست. یعنی اینکه این فقط میتونه یه داستان باشه. این درست مثل این میمونه که انگار بگید چنگیز برای دریای قلهک حمله کرده به ایران. ولی جونم؟ واقعیت تاریخی این است کامران که چنگیز خان به خاطر دریای قلهک به ایران حمله کرد. پدر شما که تاریخ مطالعه کردین چرا؟ تاریخ پر است از دروغ‌های تاریخی کامران، مثل همین ماجرای 300 و نبرد ترموپیل. بله همینی که ساختن، فیلمشو دیدم. ما هم دیدیم، سیدیش را از بقالی سر کوچه خریدیم. کامران میدانید ماجرای واقعی 300 چه بوده؟ بله من کاملا میدونم ماجرای واقعی چی بوده. این فیلمی که ساختن کاملا دروغ بوده و کلی توش اغراق شده. بله این فیلم یک دروغ بزرگ است کامران. حقیقت ماجرا این است که لئونیداس پادشاه اسپارت به همراه 299 تن از سربازانش برای به دست آوردن دریای قلهک به ایران حمله کردند و این نبرد نه در ترموپیل بلکه در اطراف همین پیچ شمیران خودمان صورت گرفته. خانوالا بقایایشان را هم در حفاری مترو میرداماد دیدند. بفرما کامران خان، حالا ایراد بگیر بی خودی. پدر جان من خیلی هیجان دارم، لطف کنین بقیه‌اشو تعریف کنین، ول کنین. خلاصه این که الماس دریای قلهک دست به دست چرخید تا به ارث رسید به خانقلی خان. خانقلی پسرم کجایی؟ پدر جسارتا شما اینجایی؟ با کجایم؟ کدام گوری بودی؟ جل خوردیم از بس که در زدیم. پدر گلاب به روتون دست به آب بودم. گلاب به روی جد و آبادت. چرا میزنیم پدر؟ خواستیم که بر بارین با بیایی تا هر سال آخرمون را بزدیم. پدر امیدوارم که 400 سال. گانه ببند و گوش بگیر بچه جان. میخواهیم حرفی را با شما بگوییم. در میان این همه گوساله که پس انداختیم شما را از برای جانشینی لایق تر یافتیم. لطفتون همیشه. خفه شما. به نظرم شما باید از این بعد نام مظفر را زنده نگه دارید. بله متوجهم. دستت را بکن. پدر یادم رفت این چیز را به شما بگویم. میخواهیم با شما رازی را در میان بگذاریم. بگوشم. و دستت را بکن زیر بستر ما، در آن راز را خودت مشاهده کن. احمق جان شطور مشاهده نمودی ننمودی. آن یکی را بردار. اونجا نه، این بار آری آنجاست. بردار. دریای قلهک؟ نه پس دست بیل قلهک. دریای قلهک است. من فکر میکردم افسانه‌ای بیش نیست. خیلی افسانه نیست. از این به بعد تو باید حواست باشد که آن را به خوبی نگهداری کنی و دست هیچ مظفر زرگنده‌ای به اون نرسد. پدر یک چیز دیگر را یاد بردم به شما بگویم. یادتان باشد که ادعیت جماعت عاشق فلک است و باید آنها را ره به ره و یا راه به راه آنها را فلک بکنی. بله. همین دیگر میمیریم. پدر ها با من فکر کردم با من. پدر بیچاره خانقلی خان خیلی ناراحت شد که باباش مرد، نه؟ البته از دست دادن پدر غم بزرگیه نازی جان، اما خب چنین الماسی نصیبش شده و خب کلا حس دوگانه ایه. با خب چه حرفیه فرو خانم؟ یعنی چی؟ داشتن الماس مهمتره این که مثلا آدم باباش بمیره؟ داشتن الماس. اوه شما عجب آدمای ناجوری هستین بابا. خب بعدش چی شد؟ خانقلی خان سالها این الماس را از چشم دیگران دور نگاه داشت و نگذاشت حتی نزدیکترین کسانش از آن باخبر باشند. بعد از مدتی تبدیل شد به بزرگترین خان تهران
و به غیر از شمیران قدرتش را و قلمروش را از سمت شمال تا کوههای البرز، از سمت جنوب تا دروازه غار، از سمت غرب تا سعادت آباد و از سمت شرق تا مینی سیتی گسترش داد. خوانین منطقه که املاکشان را در خطر می دیدند تصمیم گرفتند زیرا به خان قلی خان را بزنند و با رشوه دادن به دولت وقت کاری کردند که خان قلی خان تبعید شود. بیشعور، وقتی ارباب می ایستد نوکر نمی نشیند. چشم خانوالا. مأمورین امنیه دولتی در یک بعد از ظهر شنبه یا شاید هم سه شنبه به املاک خان قلی خان هجوم آوردند از برای دستگیری وی و شروع به جستجو نمودند. خان قلی خان هم که انقریب خود را در چنگال آنان میافت به مخفیگاه الماس شتافت تا پیش از آن که اسیر شده و الماس به چنگ حکومت بیفتد چاره ای بیندیشد از برای نگهداری الماس. و این چنین شد که الماس را فرو داد و بلعید.